به نام خدا. با سلام و درود فراوان خدمت دوستان و همراهان عزیز کانال ادعیه و اذکار سید جابر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. با یک ویدیوی جدید و یک دستور دعایی جدید در خدمتتون هستیم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش دعای امروز، لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو در حالت آل قرار بدید تا به محض انتشار ویدیوی جدید شما اولین نفری باشید که ازش مطلع میشید. دوستان لطفاً ویدیوهای ما رو به اشتراک بذارید، ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید و از ما حمایت کنید تا بتونیم ویدیوهای بیشتری براتون فراهم کنیم. فیلمی که امروز در کانال ادعیه و اذکار سید جابر برای شما عزیزان و همراهان کانال آماده کردیم، دعای بسیار مجرب 7 هیکل هست. امیدواریم بتونیم با این دعا و همچنین لطف خداوند مهربان خدمتی برای شما دوستان و همراهان کانال انجام داده باشیم. دوستان عزیز و همراهان همیشگی کانال، امروز براتون دعای فوق‌العاده قوی و مجرب معروف به 7 هیکل رو آماده کردیم. خدمت دوستان تاکید میکنم ما هیچ کانال تلگرامی نداریم و تنها راه ارتباطی ما همین کانال اینستاگرامی هست که تو فیلم لینکش رو مشاهده میکنید. اول بگم قدر این دعا رو بدونید که هر شخصی این دعا رو در اختیار شما قرار نمیده. پس ازش حتما استفاده کنید. دعای 7 هیکل چیه؟ ایجاد کننده یک حصار محکم در مقابل بلایای مختلف و در واقع دفع کننده بلایا و شر دشمنان هست. شخصی که این دعا رو با خود داشته باشه از شر جن و انس در امان خواهد بود. در واقع امر بر اینه که خواص این دعا خیلی زیاد و بیشماره، ولی به طور کلی به جهت دفع بلایا و حوادث و دفع همزاد و حفظ از شر جن و انس می باشد. همچنین حصار 7گانه غیرقابل نفوذی بوده که محافظ و حفظ کننده انسان در مقابل کلیه دشمنان، بدگویان و حسودان هست. خاصیت دیگر دعای 7 هیکل دفع ابطال سحر و طلسمه. در واقع این دعا حصار و دژی محکمیه در مقابل سحر و طلسم و جادو. همچنین هر کسی که این دعا را همراه خود داشته باشه از هر گونه چشم زخم در امان خواهد بود. دوستان دعا را در انتهای فیلم و همچنین تو قسمت توضیحات براتون میذارم که راحت بتونید ازش استفاده کنید. از اینکه تا انتهای این ویدیو هم با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا ویدیوی بعدی خدایا رو نگهدارتون.